سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز دارم هم فروت ایگل رو تست کنیم. فکر کنم میشه اوها. خب از ابیلیتاشون با ابیلیتاشون بخوام بگم یه چپ کلیک داره، یعنی 433 تا دمیج داره. اگر بخوام جمع بکنیم و نگهش کنیم هم میشه زد. اگر نگهش داریم میبینید میشه و میزنه. دمیج 212 میشه. خوبه حالا کمبو گرفتن و فارم کردن خیلی خوبه. نشون ابیلیتی اولش زد. بریم دیگه جمعونه یعنی بال پرت یعنی بال پرت میکنه و خیلی چیز خوبیه واسه کمبو کردن. 1500 تا دمیجشه که اگه من بخوام استنسا هم بهتون نشون بدن اینا هستن. این استنسه منه. آی ریدن و الان دوباره کنیم اینجوری. حالا میریم ابیلیتی دوم ایکس میره نزده هم داریم پرواز میکنه و همین دارم میزنه به 1976 تا دمیج میکنه. خیلی دمیج خوبی بشتره اول نگاه. دوباره تنشون بدن نکنیم. خوبه واسه کردن واقعا خوبه. و میره واسه ابیلیتی سوم که واسه مستری 80 باز میشه. میره NPC شخص میگیره میزنه 2000 دمیج میشه. خیلی افتاد پایین. و میرسیم به اسکیل اصلی و یا اسکیل آخر وی. میخوام ازتون نشون بدم که یه تیکه رو میگیره یه حالت میزنه اون تیکه رو و اونجا دمیج میکنه. بعد یه اون خرابتیز هم نمیده واقعا خوب. اگه هم کمبو رو بهتون نشون بدم کمبوش داره یه تا اینجوری میزنیم مرد نکشید به کمبو کردم. دیگه بخوام از ابیلیتی آخر یعنی پروازش هم بهتون نشون بدم میتونم کدوم توی هفتگی که دارم میچم ابیلیتی آخرش هم که F یک کلیک میکنید یا چیز دمیج هم داره یه تیکر براتش هم خیلی خوب. بریم جنگل داریم یه رندوم فروت هم بزنیم دشت کمه بزنیم دوباره میریم اینجا جنگل کو خب پروازش هم خیلی خوبه. چپالا ساله میکنه از طرف پروازش هم مثلا میتونین اینجوری پرد خیلی فروت خوبیه. این که آپدیت جدید هم عوض شده اصلا شکلش رو ابیلیتیش رو همه این عوض شده. نمیدونم دارم خواهی کنم نه من این اکانت رو تازه ساختم. این 8 روز میشه یعنی 8 روز میشه. قدیم داشتم مثل ایونت تایم ایونت کریسمس دیدم یه دیولپش کردن بعد ولش کردن. هم رندوم فروت هم بزنیم ما آره انشاءالله هر روز یه رندوم فروت من یه کد پیدا کردم که وقتیش حالا یادم نیسته. من کد شانتی چت رو باز میکنید اینجا می‌نویسید LK کوچیک LK G W این رو سرچ میکنید. بعد
یه عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 این کد شانسه. این اگه اینجا سرچ کنید شانستون خیلی میده. کدوم ارسال نگید. آقا اینجا خب اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. ندارم تایمش هست بود. سلام خب این چیه انیمیشنش عوض شده واقعا واجه. امیدوارم لژندری هم متیک بده. برو خدا لایت بده خیلی خوبه. وای اینترنت خرابه. بچه ایران حتما دارم خیلی قویه. ایران فرود مواد اسپین بزن شده چه مشکلی داریم. این سامر فروتش هم یک سامر انده تو دقیقه دیگه خود رفتیم دوسته. خب بچه برم یه جا من برم یه باسپویت بشم. باسپویت اینجا باسپویت داشتیم بچه. خب ممنون که تا این ویدیو رو نگاه کردین. لایک و ساب فراموش نشه تا یه ویدیو جدید. خدا ها